دوستان سلام، حالتون چطوره؟ اومدم با معرفی یه ابزار کاربردی دیگه. میخواستم یه پلاگین VS Code رو معرفی بکنم، اما روی ویندوزم اون پلاگین رو ندارم و تنظیماتش رو ندارم. پس از این میگذریم و اینو دفعه بعد معرفی میکنیم. میریم سراغ یه پکیج کاربردی دیگه، بازم توی گیت هاب، یه پکیج جاوا اسکریپتی دیگه به اسم video.js. اگه بیاید به آدرس github.com/videojs/videojs میرسید در واقع به گیت هابشون و اونجایی که سورس کد پروژهشون رو قرار دادن. خیلی ویدیو پلیر مفصل و پر امکاناتیه. اینجا حالا گیت هابشون رو میتونید بخونید که چطوری شروع کنید به کار کردنش. دو تا لینک داره که اینها رو باید تو پروژهتون بذارید، بعد از اون فعال میشه براتون و میتونید ازش استفاده بکنید. به سایتش بریم یه نگاهی بندازیم. سایت videojs.com. تو صفحه اولش چند تا نمونه حالا از ویدیو پلیر هایی که درست کردن رو باهاش گذاشتن. یه همچین چیزی رو میشه به این شکل باهاش درست کرد، خیلی قشنگ. اومده پایینتر توضیح داده حالا در موردش و پلاگین داره، پلاگین های اختصاصی داره برای خودش، میتونید روش نصب بکنید. یه در واقع یه جورایی یه ماژولیه که روی برنامه‌تون نصب میشه. یه همچین ویدیو پلیری میتونید باهاش بسازید. ادامه داده اومده باهاش یه ویدیو پلیری ساخته که کنارش یه پلی لیست هم حتی داره. این کنترلر هاش رو حتی به این صورت اینجا قرار داده. کنترلر ولومش، سرعت پخشش، شنید داره نشون میده که یه همچین آپشن هایی رو میتونید روش خیلی راحت فعال بکنید، ازش استفاده بکنید. اینم پلی بکنیم به این صورت. من سرعت پلیبکش رو کم کنم یا سرعتش رو زیاد بکنم، صداشو رو زیاد کنم یا کلا میوتش بکنم. یه همچین چیزهایی رو میتونه بسازه و اینجا یه سری حالا آپشن هاشو توضیح داده و اگه بخوایم یاد بگیریم دقیقاً حالا چطوری ازش استفاده میکنیم، اینم مقایسهش کرده با پلیر HTML5 که Video.js فقط خوب تره. برید به داکیومنتش، قسمت داک. یه داکیومنت خیلی اساسی و پروپیمونی داره از استفاده کردن حالا اولیه‌ای که میخواید ازش کار رو شروع بکنید تا اینکه بخواید کاستومایز بکنید اسکین هاشو یا پلاگین هایی که داره، همه چیز رو همونجوری که دوست دارید استفاده کنید. اینو بخونید، خیلی خوبه. در واقع این آپشن رو بهتون میده که ویدیو پلیر هایی رو بسازید که با هر ویدیو پلیر دیگه فرق می‌کنه. یعنی اگه خوب اینو یاد بگیرید میتونید ویدیو پلیر هایی رو بسازید که هر کس ببینه فکر کنه خب این یه ویدیو پلیر جدیده و با اونهای دیگه فرق میکنه. وقتی همه چیز شبیه هم نمیشه، همه از ویدیو پلیر HTML5 استفاده نمیکنن یا همه سعی نمیکنن ویدیو پلیر یوتیوب رو دوباره بردارن شکل همون بسازن، میتونید خلاقیت خودتون رو داخلش استفاده بکنید. این هم از این ابزار کاربردی. حتما بیاید بخونید، از داکیومنتش استفاده کنید، مخصوصا اگه حالا میخواید تو فضای فرانت اند و حالا جاوا اسکریپت کار بکنید، خیلی به درد میخوره. ممنون.